اسم جوان دوست داشته منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار روسیه معلوم شد. گزارش میدهند رسانه‌های روسیه. بنا به اطلاع منابع، انتخاب منیژه لادو کواتانیا نام کارگردان و کلیپساز روسیه بوده است. طور سامانه سوپرو می نویسد کواتانیا فعلا منیژه را در سفر روتردام همراهی میکند. در همین حال نوار شامپو نوشی منیژه و لادو در روتردام نشر نیز شده است. غالب آزمون یورویدین 2021 به زودی معین خواهد شد. امروز 22 مای سرایندگان از 26 کشور جهان در صحنه اهای در روتردام هنرنمایی حل کننده خواهند کرد. روسیه را در یورویدین 2021 زاده تاجیکستان منیژه سنگین معرفی میکند. منیژه سرود راشن وومن را اجرا خواهد کرد. امروز او در قسم یکم دور نهایی تحت رقم 5 سرود میخواند. بخش مستقیم دور نهایی 22 مای ساعت 24 با وقت دوشنبه آغاز می شود. آن را در یکچند منبع ها می توان تماشا کرد. وزارت کارهای داخل خبر میدهد که رئیس بینای 41 کوچه سینای ناحیه سینا مدت 14 ماه از 70 نفر استقامت کنندگان بینای مذکور با شرکت های و بیلان موبایل و اینترکام 49500 سومانه گرفته وعده داده است که بینای مذکور را تعمیر میکند، اما مبلغ های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین مرد 28 ساله همین ناحیه با راه فریب به باوری جوان 25 ساله در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه تویوتا کارولا را با مبلغ 130,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال آن را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. روسیه محدودیت عبور مرز برای شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را کاهش داد. فرمان دقلدار که در سامانه رسمی اطلاعاتی حقوقی نشر شده است مربوط به عبور مرزهای خشکیگرد روسیه می باشد. اکنون شهروندان دیگر کشورها اگر آنها به نزد همسرشان، والدین، پدر و مادر، فرزندان، برادران، باباها، بیبیها، نبیرگان، فرزندخواندگان، اینچنین پدرخواندگان و پسرخواندگانی شهروندان روسیه روند، حقوق از سرحد گذشتن را دارند. اگنتی مبارزه با کروپسیا خبر میدهد که رئیس جماعت دهاتی روسیه ناحیه رودکی ناصرزاده با مصلحت پیشکی با مهندس زمینساز همین جماعت با راه ساختکاری حجت‌ها 0.110 گکتار قطعه زمینی به گروه زمین‌های تعینات کشاورزی منسوب بوده را به شهروند سنگوف اف غیرقانونی دادند. در این خصوص نسبت ناصرزاده و شامحمدوف با ماده 338 علاوه 1 قسم 2 بند ب و 340 قسم 2 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده آن بعد انجام تفتیشات پیشکی با تصدیق فکر ایدارکنی به سود ارسال کرده می شود. تماشابینان عزیز، این بود چند خبر مهمی که امروز منتشر شد. با کانال تاجیکستان 24 ابونه شوید و از همه خبر و واقعه ها آگاه باشید. نظر و اندیشه هایتان را در شرح بنویسید.